قصه‌ای که امروز میخواستم برای شما بیان کنم چنین است. یک دختر مسلمانی که بعد از نماز عصر ادا کرد، چون شبی توی عروسیش بود، خود را آرایش کرد و لباس سفید عروسیش را بر تن نمود و برای تویش آماده شد. دختر همین از آن نماز شام به گوشش رسید و میدونست که وضوع ندارد. دختر به مادرش گفت: مادر جان، من باید الحال وضوع بگیرم و آماده نماز شام شده نمازم را ادا کنم. مادر باشد در تعجب ماند و در پاسخ گفت: مگر تو دیوانه ای؟ مهمانان منتظری تو هستند و میخواهند عروس زیبا را ببینند. اگر تو وضوع کنی آرایشت با شسته و خراب میگردد. مادر دخترش امر کرد و گفت: من مادر تو هستم و به تو امر میکنم که نباید تو حالا نماز بخوانی و وضوع کنی، وگرنه با تو قهر میشود. اون دختر گفت: قسم به ذات پروردگارم تا نماز شام را نخوانم از خانه بیرون نخواهم رفت. زیرا رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند: لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. بنده نباید به خاطر اطاعت از مخلوق نافرمانی خالق خویش بکند. مادرش گفت: این مهمانانی که در توی عروسیت آمدند وقتی تو را بدون آرایش ببینند چه میگویم؟ و عروسی بی آرایش در نظرشان بیزی و نامعقول می نماید و مسخرت می کنند. این خواهر تبسم کرد و گفت: مادر جان، شما در آن تشویشین که من در نزد مخلوق خوب و در نظر خالق خود زشت معلوم شوم؟ این دختر به هر حال از پی خواندن نماز شام شد و وقتی که سر به سجده بود جان را به حق تسلیم کرد. مردم در بیرون منتظر عروس بودند. بعد چند وقتی که مادر عروس از بیرون به خانه می دارد می بیند که که ها این خواهر جان را به حق سپرده است. داد و ناله مادرش همین خیش و تبار را از بیرون به خانه کشید و همه در دار و رفیقان گریه و ناله کردند. و با همین این مراسم توی به مراسم جنازه تبدیل یافت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خواهران اسلامی من، با حرمت خداوند به نفس دنیایی و با اون آرایش دوروزه‌ای که شما را به گمراهی میبرد بسیار داده نشوین. به قدر هم دیگر برسون. 5 وقت نمازی الله تبارک و تعالی برای هر یک ما و شما فرض گردانید و را ادا کنید. زیرا این عمر 2 روزه است و حتما روزی مرگ به سر هر یک ما و شما می آید. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی هر یک شما را در حفظ و امانت خود نگه داشته، همه دعاهای نیک شما را مستجاب گرداند.